بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عزیزان، در این زمانی پر از ظلم و پر از آشفتگی و پر از مصیبت هایی که روز از روز دارد بالای مسلمان ها می آید، خواستم همراه شما صحبت داشته باشم در موضوع شکسته نشدن در برابر مصیبت و غم های دنیا. یا خود نگذارید مصیبت های زودگذر دنیا شما را بشکند. وقتی که مصیبت سر بنده می آید، خود انسان که خواه و ناخواه ضعیف است، ضعیف آفریده شده است، می بینید که آنهایی که در برابر مشکلی های دنیا صابر و ثابت در قدم خود، در پای خود می ایستند خیلی کم هستند. گروه تماما به شکایت کردن شروع میکنند، چه با زبان باشد چه با کارهای گناه و دیگر. گروه حتی شکایت میکنند که چرا پروردگار به کمک ما نمی آید. گروه دیگری هم هستند که بعد از اینکه مصیبت به سرشان آمد، دیگر عموما تمام نقشه هایی که برای آینده دارند و امیدهایی که برای آینده دارند همش را از دست میدهند. دیگر مثل یک انسان ناامیدی به همه چیز از زندگی میکنند که در آنها فقط آثار آشفتگی میبینید، بیچارگی میبینید. پس بیاید در این مسئله صحبت داشته باشیم. چیکار کنیم تا مصیبت های دنیا ما را نشکند؟ چیکار کنیم تا برابر مشکلی هایی که می آید صبور باشیم، در پایمان باشیم، شکایت از بندگیمان نکنیم، شکایت از انسان بودنمان نکنیم و نه دنیا را لعنت کنیم و نه خود و نه دیگران را. پیش از همه عزیزان، باید بدانیم که دنیا برای تمام انسانیت غریبه هست. وطن اصلی ما جنت است و روح انسان هرچی در این دنیا جسمش به دست آورد هم باز هم کشال می شود به همان وطن اصلی خودش، باز هم دلتنگ می شود به وطن اصلی خودش که پروردگار ما را برای در دنیا همیشه بودن و خرسندی نآفرید. او ما را آفرید لیبلوکم ایکم احسن عملا، تا که فقط ببیند که در این مدت کوتاه ما چیکار میکنیم، عمل خوب میکنیم یا عمل بد میکنیم. و وطن اصلی ما، زندگی اصلی ما در جنت می باشد که آن را هم دارالبقا یا دنیای همیشگی هم میگویند. پس من و شما علل خصوص افراد مؤمن یقین بدانید که دنیا برای خرسندی و خوردن و پوشیدن و راحت کردن نیست که وقتی مصیبت می آید یک باره چرا این آمد گفته شکست خوریم. باید این را قبول کرد. باید قبول کنیم که دنیا برای دم گرفتن و استراحت کردن نیست. انسان به دنیا برای کیف و صفا نآمده است. الله در قرآن میگوید لقد خلقنا الانسان فی کبد. مایان انسان را در مشقت آفریدیم، تمام انسان را، کافر و مسلمان همش را. یعنی انسان در این دنیا خواه و ناخواه به سرش مشقت ها می آید. مشقت بالای مشقت، مشکلی بالای مشکلی، مصیبت بالای مصیبت، تا اینکه از دنیا می روید. یکی از بیپولی خلاص می شوید که یک باره بیماری به سراغتان می آید. یکی مشکلی های بیماری ندارید، سلامتیتان خوب است که می بینید تماما پول ندارید. یکی می بینید که هم پول دارید هم سلامتی دارید، اما نزدیکترین انسان های اطرافتان به شما دشمنی دارند و از آنها ضربه و شرطه می خورید. همین گونه خیل به خیل این دنیا مصیبت و مشکلی ها دارد که خودش ساختش همین گونه است. این دنیا ساختش همین گونه پر از مشکلی و مصیبت است که این را باید قبول کرد. و در سوره بقره هم الله میگوید ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرین. مایان البته شمایان را امتحان میکنیم. بالای شما مشکلی و مصیبت ها می آید. من الخوف والجوع، از ترس، بی امنیتی، ناامانی، یکی مرا نابود می کند، یکی زندانم می کند، یک مشکلی سرم می آید. و گرسنگی، غم و نقص من الاموال والانفس، و از اینکه پول ندارید، غم هستید. از طرف دیگر
سلامتیتان خوب نیست، بیمار هستید و این چونین از جهتی درآمدها یا اینکه مشکلی ها در کار، اما در دوامش الله میگه و بشیر صابرین. اما با این همه مشکلی هایی که خواه و ناخواه طبیعت دنیا این است، خواست سازنده دنیا این است، بالایتان می آید، تو بشارت بده صابران را، آنهایی که در این مصیبت ها صبر میکنند، آنهایی که الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا ان لله و انا الیه راجعون، وقتی مصیبت به سرشان می آید واویلا نمی کنند چرا سر من آمد، چرا این گونه شد، چرا به فلانی آمد. نه، میگویند ما از طرف پروردگاریم، پروردگار ما رو آفرید، دنیا از آن پروردگار است، ما بنده اللهیم، هر چی پروردگار به سرمان آورد ما به آن صبر میکنیم و بازگشت ما هم به سوی پروردگار است. ما از این دنیا زود میگذریم، زود میرویم، برمیگردیم به همان وطن خود، به نزد پروردگار خود. و این مشکلی ها هر نمودش که هم باشد، چه بیماری باشد، چه کمبغلی باشد، چه دشمنی دوستان باشد، چه تنهایی و غریبی باشد، همش خواه و ناخواه زود میگذرد و ما از طرف پروردگاریم و به او ایمان داریم و به همه مصیبت ها صبر میکنیم و به نزدیکی به نزد او برمیگردیم و به صبر خود اجر میگیریم. یعنی خود پروردگار ساخت دنیا را به من و شما بیان میکند که بنده هایم در این دنیا شما همین گونه مصیبت میشوید، دنیا را همین گونه قبول کنید. نباید برای دنیا اینقدر نقشه ها و خیال های خوش داشته باشیم که گویا همیشه ما در گلستان زندگی میکنیم و همه جا پر از مهر و محبت است و همه جا پر از پوری هست و هیچ مشکلی نه. باور کنید امروز سر ما مشکلی می آید، فردا آن مشکلی برطرف می شود، پس از آن یکی خرسند می شویم، یکی مصیبت دنیا می آید. رفت دنیا همین است. این قانون دنیا را باید ما قبول کنیم و وقتی عزیزان به این آماده شدیم و گفتیم دنیا همین گونه است و پروردگار گاه مصیبت به ما میفرستد که درباره سبب های آمدن مصیبت انشاءالله صحبتی خواهم کرد همراهتان، و گاه پس از مصیبت برای ما کشایش میفرستد. وقتی ما دنیا را همین گونه قبول کردیم میبینیم که چقدر برای ما تحمل کردن مصیبت ها آسان میشود، برای اینکه الکی ما برای این آماده هستیم، یک بار خود را از دست نمیدهیم، میگیم آخر دنیا همین گونه است. هر کسی که در دنیا زندگی میکند خواه و ناخواه بالای سرش مشکلی هست. یعنی شما یگان نفر رو در دنیا پیدا کرده نمیتوانید که او از اول زندگی تا آخر زندگی به یگان مشکلی دچار نشده باشد. مصیبت های دارد، مشکلی های دارد، هر یک نفر درد خود را دارد، مشکلی خود را دارد، این را همه دارد. برای همین دنیا که همین گونه است همین گونه قبولش کنیم، همین گونه برای آن باید آماده باشیم. وگرنه اگر همیشه با خیال های خوش که گویا هیچ سر ما مشکلی نمی آید، بالای فرزندان ما هرگز مشکلی نمی آید، اطرافیان ما هرگز تغییر نمی یابند، همین گونه که ساده و مهربان هستند همین گونه میمانند، مال ما همیشه همین گونه است، سلامتی ما همیشه همین گونه است، جوانی ما همیشه همین گونه است، ما اصلا پیر نمی شویم. نه، اگر این گونه خیالات داشته باشیم یا اینکه نه دوامش رو فکر نمی کنم، آماده هم نیستم گفتید، وقتی مصیبت آمد یک باره آن مصیبت من و شما رو شکست می دهد، چون حتی فکرش رو هم نمی کردیم که یکی همین گونه مصیبت می آید. پس مسلمان باید همیشه برای فتنه های این دنیا، برای حیله های این دنیا و برای قانون این دنیا که همین گونه است، یکی مشکلی، یکی خرسندی، یکی گریه و یکی خنده، به این همیشه آماده باشد. چیزی دیگری که عزیزان پس گفتیم، یکی از این که شما در برابر مصیبت های دنیا شکسته نمی شوید، آمادگی و شناخت آن است. دویمش این است که عزیزان بدانید که پروردگار اگر همین دنیا برای بنده های الله نعمت بود و در این دنیا بنده های الله نباید عذاب میکشیدن، اول شده پیامبر صلی الله علیه و سلم اصلا در این دنیا عذاب نمیکشیدن. یعنی این دنیا اگر قدر و قیمتش در نزد الله بالا بود و بنده هایش را در این دنیا هم کاملا میگفت در این دنیا کاملا شما سربلندید، بالایتان هیچ مصیبت نمی آید، اول شده پیامبران به یگان مصیبت گرفتار نمی شدن. اما دنیا که یک مدتی کوتاه است، زود میگذرد
پس از این زندگی همیشگی هست و در این دنیا پروردگار به بعضی ها مصیبت میفرستد تا درجه آنها بالا شود، تا ایمانشان قوی شود، تا دنیای دروزه را بشناسند، تا به این دنیا دل نبندند. میبینیم که تمام پیامبران به مشکلی ها دچار بودند، اون هم مشکلی هایی که انسان های عادی آن را تحمل کرده نمیتوانند. پیامبر صلی الله علیه و سلم 6 فرزند خود را خود به گور مانده بودند. 6 فرزندشان در نزد چشمشان همش غوره مرگ شده بود، همش در جوانی و در کودکی مرده بود. نبیره های یتیمشان را خودشان به دست گرفته بودند پس از مرگ دخترکشان زینب علل خصوص. همسرشان را خودشان به قبر مانده بودند. پدر و مادر را اصلا پدر ندیده بودند و مادرشان هم در کوچکی مرده بود و میدانید که از وطن به درغه شده بودند. این همه مصیبت و مشکلی هایی که بالای پیامبر آمد، اما همیشه انس ابن مالک میگن کسی را مثل پیامبر ندیده بودم که همیشه با چهره کشاد و با تبسم بودن. از اینکه دنیا را میشناختن، این غم ها پیامبر را نشکسته بود. همیشه با تبسم و همیشه با رضایت زندگی کرده بودند که ما باید این گونه باشیم که هر چی مصیبت به سرتان بیاید بدانید که شما تنها نیستید. شما تنها نیستید. پیامبری که بهترین انسانیت در زمین هستند، بهترین خلق الله، بنده الله محمد صلی الله علیه و سلم، صدها برابر مصیبت شما را دیده بودند در این دنیا و دیگر بنده ها هم همین گونه مصیبت های خود را دارند. پس بدانیم که در مشکلی ها ما تنها نیستیم و در مشکلی ها همه بنده ها شریک هستند. چیزی دیگر عزیزان، آنی که برای ما هنوز مصیبت نآمده و بعد از آمدنش هم آسان میکند، این توکل به الله. اما با گرفتن یا با پیش گرفتن سبب ها، توکل و سبب رو پیشگیری هر دویش باید یک جایه باشد. یگان سبب رو پیش نگرفتن و من توکل کردم گفتن هم یک احمقی است، مثل اینکه گرسنه هستی و حتی هیچ چیز نمیخوری و فقط سبب رو پیش گرفته عموما به مردم باور کردن و به خودت باور کردن، هم این دیگر تکبری و از پروردگار دور بودن است. مؤمن باید در قلبش یقین داشته باشد و خود را کاملا به پروردگار سپارد. و توکل این است که میگوید پروردگار تمام آینده‌ام را، تمام زندگیم را، اگر در مشکلی باشد حل این مشکلی را به دست تو سپاریدم. تو که خالق من هستی، از پدر و مادرم مهربانتر هستی، من به تو سپاریدم و تو خودت این مشکلی را همان گونه که بهتر میدانی حل کن. دیگر فکر نمیکنید اما سبب ها را برای حل این مشکلی حرکت میکنید. هر کسی که در دلش میگوید پروردگار من به تو مصیبت ها را سپاریدم و من به تو در زندگیم کلا توکل کردم، من به امیدم یگانه به تو است، این وعده الله هست و من یتوکل علی الله فهو حسبه. هر کسی که به الله توکل کرد، هر کسی که آینده اش را، زندگیش را، حل مشکلی هایش را به الله سپارید، فهو حسبه. الله خودش کفایت کننده است، الله خودش به او کمک میکند. وقتی شما پیش از آمدن مصیبت ها همین عقیده را در دل دارید که من زندگیم را به الله سپاریدم، بعد از آمدن مصیبت هم شکست نمیخورید، یعنی خودتون را در نزد مصیبت مغلوب نمیدانید. میگوید الله که این مصیبت را به سر من آورد، یقین میدانم یگان خیر و حکمتی دارد، برای همین آمد، وگرنه من همیشه با الله هم، من همیشه زندگی خود را به الله سپاریده هستم. و الله میگوید و فهو حسب. در آیت دیگر الله میگوید الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل. مؤمنان حقیقی آنهایند که وقتی به آنها گفته می شود بترسید، مردم علیه شما جمع شدند، مردم شما را نابود میکنند، آنها میگویند حسبنا الله. ایمانشان زیاد می شود. برعکس به جای ترسیدن و لرزیدن که مردم ما را نابود میکنند، برعکس فزادهم ایمانا، ایمان آنها زیاد می شود و میگویند حسبنا الله و نعم الوکیل. پروردگار برای ما کفایت کننده است و او بهترین وکیل و حمایتگر می باشد. و میدانید که با این دعا حسبی الله و نعم الوکیل، ابراهیم خلیل از آتش نجات یافته بود که الله به آتش گفته بود ای آتش کونی بردن و سلاما علی ابراهیم. تو باید هم امان و هم در سلامت بداری ابراهیم را و هم برای او باید خنک و سرد باشه. نباید ابراهیم در داخل تو بترسد و نباید ابراهیم در داخل تو بسوزد. پس عزیزان توکل کردن به الله، علل خصوص با همین دعا حسبی الله و نعم الوکیل، بدانید که
پیش از آمدن مصیبت هم شما میگوید من زندگی رو به الله سپاریدم، بعد از آمدنش هم میبینید چقدر آسان میشود. اما توکل چیزی هست که در قلب انسان است، اون رو با زبان نشان داده نمی شود، با جسم نشان داده نمی شود. وقتی در قلبتون فلانی دست مرا میگیرد، فلانی تقایم، فلانی خیش و تبارم، شوهرم، خیش و تبار زنم، پدرم، مادرم، کسی رو در قلبتون جای گرفتید که فلانی در مشکلی کمکم میکند، شما توکل ندارید. توکل این است که اور شما سبب رو پیشه میگیرید، از کسی کمک میپرسید، اما در دلتان یقینتان این است که یگانه به الله سپاریده اید و او هست که کارهای شما را به سامان میرساند. و پس انسان هایی که توکل دارند در وقت مصیبت هم پیش از مصیبت هم همیشه آمادگی دارند. چیزی دیگر عزیزان این است که همیشه باید بدانیم که وقتی مصیبت سر ما می آید، مصیبت همیشه پاینده نیست. این مع العسر یسرا و این مع العسر یسرا وعده الله هست. پس از مصیبت ها همیشه کشایش هست. الله که یوسف را 7 سال در زندان نگه داشت، در داخل چاه فروخته شد، میداند که بعدا عزیز مصر کرد و به پدرش برگردانید. همون الله که پیامبر صلی الله علیه و سلم یعنی از تنهاگی و بدرغگی گریخته به مدینه آورده بودند، قادر است که و قادر بود و ما همه شاهد هستیم که باز به مکه پیروزانه برگرداند. همون الله حتی یونس را از شکم حوت، کدام انسان وقتی او را حیوان میخورد و فرو میبرد زنده برمیگردد که یونس برگشته بودن، آن هم با ذکر که لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین گویان همیشه دعا کردن. یقین بدانید هر مصیبتی که من و شما هستیم، چی زندان باشد، چی مشقت های بیپولی باشد، چی بیماری باشد، چی تنهایی باشد، هر چی که داریم اون زود گذر است، خواه و ناخواه میگذرد. مصیبت در سر ما پاینده و همیشه نیست و این وعده الله هست که پایان این مصیبت ها با خرسندی تمام می شود. و پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن این النصر مع الصبر و این الفرج مع الکرب. بدانید که نصرت با صبر می آید. شما با صبر و شکایت نکردن و در پای خود ایستادن شما غالب می آید. و بدانید که کرب و غم هست که بعد از آن کشایش خرسندی می آید. خرسندی از کجا هست اگر غم نباشد؟ پس وقتی مصیبت سر ما می آید عزیزان یقین بدانیم که مصیبت همیشه نیست، زود گذر است، می گذرد. چگونه ای که این همه زندگیمون چندین بار دیدیم چقدر مشقت و مصیبت ها آمدند و رفتند، این بار هم مصیبت می رود. در وقت مصیبت همیشه به خود تسلی دهید که این همه غم و اندوه بودند، دیگرها داشتند، اینش هم باز می گذرد. و وقتی ما یقین کردیم که مصیبت همیشه بر دوام نیست، میبینید که ناامیدی ها از ما میرود. این بود عزیزان صحبت کوتاه درباره شکست نخوردن در برابر مصیبت ها. پروردگار در این ماه مبارک رمضان ایمان ما را قوی گرداند تا اینکه نه اینکه مصیبت های دنیا، ما مصیبت ها را شکست بدهیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.